هی همو حواستو جمع کن. ولم کنی. بذاریم برم. شما کی هستی؟ شماها؟ واسه اینکه شک و تردید به بیرون باز بگم همون پلیسی که برای شکایت رفته بودی پیشش از شما رو آدرس تا بماده. ما که خونه تو رو دیدیم، حالا بهتر نیست تو بیایی تو که با خونه ما رو ببینی. اینجا چه خبره؟ خاله اینا منو میخوام بدوزن. اگه شما هم بخواین دخالت کنی مجبوریم شما رو با خودمون ببرین. چقدر عالیه. من هیچ وقت همچین تجربه‌ای نداشتم. اگه اشتباه نکنم شما باید باربر ماشین باشین. پسرم درست میگم آره؟ چی گفتی؟ پس حالا که اینطوره منم با خودتون ببرم خواهش میکنم. گوش کن ببین چی میگم. حالا با آرامش همراه اینا برو، چون قراره فقط تا دم در باشون بدی. خاله قربونت برم. آخه کی میخواد دم در جلومونو بگیره؟ اگه دخترم اذیت کنید تیکه بزرگتون گوشتونه. خدافظ. زود باشی سوار شی. خدافظ. خدا نگهدار. مراقب خودتون باشین. الو جی؟ هی احمق جون برو کنار. هی آهای چی کار داری میکنی؟ وای بشکن دسته. واسه چی زدیش؟ مامان جون لنگای کیا؟ نظری فرار کنن. جریمه چه؟ بچوبین رئیس چند نفر من راست کمکمون کنم. بس خیلی خیته. بدوین اگه بگیرتمون کارمون تمومه. که زود باشین دیگه. زود باشین سوارشین. زود باشین. نگردان حسابشون رو برسیم بچه ها. دماغت خون اومد. از فراری سوار جیب شد. کی میخواد دم در جلومونو بگیره؟ باید میپرسیدی. به زنگ بزن بازم آدم بیاد. میخوای برقایده زنگ بزنم؟ گاز گرفتن نداریم مگه تو سنگی؟ خودشه. خاله جونه. احمقا چیزی نمونده بود یکیشونو بزنم بکشم. ممنون. خفه. بینم تو اینجا چیکار داری؟
من کنیز کاری نکردم ولی اومدم عروسی تو راه بندازم. پسر جون خاله جون چند تا دختر خوب برات انتخاب کرده. سر مامان من کلا بذاری؟ چطور میتونم به خانم محترم همچین کاری بکنم؟ بزنم. لطفا به من آسیب فیزیکی وارد نکن. بزنم. خاله جون ببین جایی میخواد منو بزنه. تو نباید روی آقای محترم دست حالا من چی؟ احساس میکنم که سرنوشتت میگه امروز باید یه فصل کتک بخوری. که اینطور؟ خب حالا ببینم این سرنوشت نگفته کی قراره یه فصل من کتک بزنه. یه چیزی رو میدونی این تصاویر خیلی زیبا هستن و همه تو عکس‌ها خوب افتادن ولی این یکی چرا صورتشو پوشونده؟ میخوای چراشو بدونی؟ اون عروس صورتش ورد تو بفهمی. یعنی میخوای بگی تو با این عضلات گنده نمیتونی یه تیکه کاغذ از رو صورتش ورداری؟ مامان این چیزی که دنبالش بودی. جالبه نه؟ چرا منو میزنی خاله؟ اول قیافه این منحوس رو بپوشون. اینم از این قیافه منه. مامان آن رو صورت پوشونده بهتون گفت منحوس. صورت منو پوشوندی. آقا چرا منو میزنی؟ چرا منو میزنی خاله؟ بیا ورش داشتم خاله جون. حالا بدون این که آسیب فیزیکی به وارد کنی لطفا بگو این دختر خوب کیه؟ این دختر خوب کیه؟ کجا؟ تو اینجایی برو کنار وگرنه منفجر میشی. یعنی تمام این سالا که من داشتم دنبال یه آدم مناسب برای تو میگشتم تو با این پسره بودی؟ یعنی هر وقت که میگفتی دارم میرم سینما فیلم ببینم یا وقتی که میگفتی دارم برای تدریس میرم یا وقتی که به دیدن دوستات میرفتی همش با این پسره بیرون بودی؟ یعنی تو به من دروغ میگفتی ها؟ آره درسته، چون نمیخواستم تو این شرایط به هزاران سال بی جای شما جواب بدم. مثلا اینکه این پسر کیه، مال چه خانواده‌ایه، درآمدش چقدره، از چه طبقه‌ایه، عقیده‌اش چیه، گیاهخواره یا گوشتخوار. حرفای گیتا باعث شد مامان عصبی بشه و فراموش کنه که باید از چه کلماتی استفاده کنه. احتمالاً میخواسته بگه امیدوارم خوشبخت بشین و ازدواج موفقی داشته باشین. امیدوارم بچه دار بشین. براتون آرزوی رستگاری میکنم و امیدوارم ازدواجتون پر از عشق باشه. خلاصه تو یه کلمه خدا شما دو نفر برای هم نگه داره. به هر حال دعای مامان جونم همیشه پشت و پناه شما. فهمیدی؟ متشکرم. نه متشکرم مامان جون. مامان جون متشکرم. یه لحظه صبر کن. برو به جهنم. که معنی این کارا چیه؟ همین که دیدی بیا بریم. بریم مامان جون. درست همون روز بالاخره تصمیم گرفتم که برای جی یه دختری با سلیقه خودم انتخاب کنم. من از این مرسه خاطرات خوبی دارم. چطوری صبح؟ خیلی ممنون. سلام داداش سامان. ای با فقط میخواستم به روش هندی ها ادای احترام کنم. تو عجب پسری هستی ها. بر اساس قوانین معلم و مجاز نیستم بهت کمک کنم. داشتم میگفتم آقای جی وقتی این بچه بزرگ بشه تمام سوابق شما رو میبره زیر سوال. یه لحظه صبر کن. جی بله خانم. این سومنه. سلام سومن. یه نفر برای گرفتن امتحان از بچه‌ها باید به سومن کمک میکرد ولی نتونسته بیاد. ممکنه تو بهش کمک کنی؟ ببین دایی خب بهش کمک کن دیگه. اون معلم تاریخ منه. خواهش میکنم جون من. باشه خانم. ممنون. کبیر چرا از اون بر میری؟ چرا از این طرف راه میون بره. که این تو ناهارتو کامل خوردی؟ بله. ببینم مگه دیپاک همسایه ما نیست؟ چرا؟ پس چرا داشتی بیرون کلاس براش سخنرانی میکردی؟ مامان اون هیچ وقت مدرسه نمیاد. همیشه بهونه میاره. جدا؟ آره؟ And now we have to solve integration of trigonometric functions. Yeah. مس؟ بله خانم. جی تو کلاس دخترها چی کار میکنه؟ بیاین از نزدیکتر ببینید. این دختر خیلی با استعداد و باهوشه. اون هیچ وقت به خاطر نقص عضوش ناراحتیشو بروز نمیده. همیشه هم شاگرد اول میشه. مطمئنم یه روزی تو زندگیش زبان زده خاص و عام میشه. سینوس ایکس به علاوه تانژانت ایکس بعدش میشه این. یه کمی آرومتر باشه. من حتی تو باشگاه من خسته نمیشم. خانم بله. لطفاً یه کاغذ خودکار بهم بدید. البته بفرمایید. متشکرم. تموم شد. تموم شد؟ تموم شد. لطفاً ورقه‌هاتون رو بذارین رو میز و از کلاس بریم بیرون. ممنون جی. قابلی نداشت. بفرمایید. ممنون. جی. این چیه؟
لطفا سعی کن رو تلفظات تمرکز کنی و رفوزم نشی. اینو خواهرتون نوشته. واقعا که با مزه بود. 500 تا 500 روپیه. واسه چی اینقدر گرون حساب میکنی مرد حسابی؟ جی میشه لطفا اینو ببرید دستشویی؟ بدش رو. اما میخوام برم دستشویی. باشه عزیزم همین الان میبرمت. این خانم کوچولو کیه؟ برادرزادمه. چون تو سر خود آره گفتم. تو حتی نمیخوای آنوس فیلمو از دست بدی. آره نمیخوام. اما بیا بریم دیگه خواهد. باشه اما عجله کن. الان دستشویی میریزه. ببین دخترم اونجا توالت زنونه من نمیتونم پامون تو بذارم. ببخشید خانم این دخترم خواهید جون من دستشوییم داره میریزه دیگه نمیتونم خودم نگه دارم. منم مشکل تو رو دارم. بدو بریم. ممنون خدا خواهش میکنم. خیلی لطف کردیم بیبریم عزیزم. بزن بریم. خاله ما مثل همین. شما مثل همین؟ من خاله وقتی دستشویمون میگیره نمیتونیم خودمون رو نگه داریم. درسته خودشه. تو چی میگی؟ دایی این همون همسایه است که برات گفتم. حالا اگه جرأتشو داری بازم منو ریقو صدا کن. کبیر صورتی منم از امروز صورتی صدات میکنم. به جهنم. این موضوع رو به تمام همسایه ها میگم خانم صورتی. خیلی خب بریم دیگه بیمزه. سومه چی شده؟ برادرم قرار بود برای حضور تو جلسه امتحان بیاد. خب اما هنوز نیومده. اچھا رکو نمبر بولو اسکا. الو داداش تو کجایی؟ من تو راه هم دارم میام ولی ترافیک قفل شده. نگران نباش زود میرسم. الو داداش چی شد؟ یهو قطع شد. باتری گوشیم الان باید تموم شد. سومن فقط 15 دقیقه تا شروع امتحان وقت داری. جناب سروان نمیشه بذارین ما بریم؟ حال مریض اصلا خوب نیست. کبیر اما اون جلو چی شده؟ پلیس رو بسته. الو دایی من کبیرم. کجای شما؟ تو ترافیک گیر افتادم. بنال دایی موضوع اینه که داداش سومن قرار بود بیاد تو امتحان به جای سومن بنویسه، ولی اینطور که معلومه اونم تو ترافیک گیر کرده. لطفا شما بیا دایی وگرنه تفلک امتحان از دست میده. خیلی خوب راه باز بشه میام. باشه بس تو من بگو اصلا نگران نباشه. باشه دایی. چی شد؟ دایی منم تو ترافیک گیر کرده. خدای خودت کمک کن. جناب سروان الان بیشتر از 1 ساعته که ما اینجا گیر افتادیم. من باید برای نوشتن امتحان خواهرم خودم رو برسونم به مدرسهش. اون بیچاره دست نداره. خواهش میکنم صبر کن ببینم. خانم ازتون خواهش میکنم چند دقیقه دیگه صبر کن. خیلی متاسفم دخترم. واقعا متاسفم. خبری نشد؟ شاید ایشون بدونن. تماشا کن ببین ببرای گیاهخوار ما چطور دارن تلاش میکنن. عمو پلیس ما مدرسمون دیر شده. احتمالاً اون یه افسر جدیده. ایستادن فایده نداره. برو بشین. برو. هی سلام. خوابشون برده. قربان 30 دقیقه از همه ماشینا رو نگه داشتیم. یه آمبولانس تو ترافیک گیر کرده. یه اتوبوس مدرسه هم بین ماشیناست. یه برادرم باید بره سرعت امتحانای خواهرشو بنویسه. بذارید ماشینا حرکت کنن. همه خیلی نگرانن. این ثمره حماقت خودشونه. خودشون به کسی رأی دادن که این ناراحتی رو براشون به وجود آورد. وقتی بدون فکر کاری رو انجام میدن تاوانش هم باید بدن. برو سر کاره. مسخره نیست. نیم ساعت باید اینجا وایسیم تا دختر وزیر بیاد رد شه. اون دختر جناب وزیر. دختر وزیر؟ بشین بریم.
عاقلانه پکن دخترم، این کارو نکن. سومن که کاری بکن. چیکار کنم؟ نجاتش بده، هیچ قادر نیست کمکش کنه. خواهش میکنم که خانم لطفاً بهم کمک کنید. آقا خانم خواهش میکنم کمکم کنید. خانم خواهش میکنم. سومن بری کنار، بری کنار. سومن بلند شو. سومن کمک کنید، یه نفر کمکم کنه. خواهش میکنم یه آمبولانس خبر کنید. سومن تو چی کار کردی؟ سومن متاسفم. سومن خواهش میکنم منو ببخش، واقعا متاسفم. اون خیلی دختر با استعداد و باهوشیه. بابت نقص عضوی که داره اصلا ناراحت نیست. همیشه هم شاگرد اول میشه. مطمئنم یه روزی اون زبان زد خاص و عام میشه. سومن بازرس، من میخوام یه شکایت نامه تنظیم کنم. علیه کی؟ کاویتا سینگ پاتیل. کاویتا سینگ پاتیل؟ دختر جناب وزیر؟ بله. تو میفهمی داری چی کار میکنی؟ لطفا شکایت نامه منو بنویسی. شما نمیدونید چه اتفاقی برای ما افتاده. من به خاطر این خانم تو ترافیک گیر افتادم. خواهر ملعون من که دست داشت منتظر من بود. من باید میرفتم سوالات امتحانشو براش مینوشتم. چی کار داری میکنی؟ اون بچه مالی کیه؟ بچه خودمه. اسمش چیه؟ اسمش لاخانه. کافیوز. اون زن خوششانسی بود که بچهش پیدا شد. شنیدم یه گدا دزدیده بودش. کار بزرگی انجام دادی، ممنونم. خدا حفظت کنه. دارم فکر میکنم چطور میتونیم این همه محبت شما رو جبران کنیم. واقعا چطور میتونیم؟ اگه واقعا احساس میکنی که ما لطفی در حقت کردیم، از همون تشکر نکن. به جاش به 3 آدم نیازمند کمک کن و از اون 3 نفر بخوا که هر کدومشون به 3 نفر دیگه کمک کنن. این ایده فوق‌العاده‌ایه. هر وقت فرصتش بشه ما به 3 نفر کمک خواهیم کرد. آهای آقا سلام. آره خودتونی؟ شما برادر گیجا هستی؟ بله. گیجا رفته سوپرمارکت خرید کنه. به نظرم بهتره بیاید اینجا منتظرش بشید. ها؟ آره لطفا بفرمایید. این پسره برای رینکی من خیلی مناسبه. من خواهش میکنم بفرمایید بشید. من الان میرم براتون یه فنجون چای عالی میارم. لطفا بفرمایید بشید. راستی باید بهتون بگم رینکی من تو خانواده های گجراتی خیلی معروفه. پسر همین بهارات باهی شاه کلی تلاش کرد با رینکی من ازدواج کنه. خود بهاراتم از ما خوشش اومده بود. من یه مادر مجرد خیلی خوشبختم. بشینید الان براتون چایی میارم. جی تو اینجا چی کار میکنی؟ میدونی گیتا
جی داشته استراحت میکنم. یه دقیقه صبر کن. چی شده جی؟ دختر ایشون دچار سوء تفاهم شده بود. منو با کویر اشتباه گرفته بود. تو؟ هی ببینم شما دوتا هم دیگر میشناسی؟ آره من تو رو میشناسم. تو سینما یه دختر بچه صورتی. باشه ببخشید. صورتی رنگ مورد علاقه ماست. صورتی کم رنگ، صورتی پر رنگ. بریم. کویر منتظرمونه. به نظرم پسر خوبیه. معذرت میخوام، برادرتون کارش چیه؟ تو ارتش بوده. بوده؟ مامان فکر کنم ترسیده و از ارتش فرار کرد. برو بریم برو بریم. هماش ولدی مزخرف بگی. گم شو. بریم. خواهر من واقعا عذر میخوام. میدونی دلیل اینکه برادرم ارتش رو ترک کرد؟ شجاعتش بود. صدفان صدا ما میشنوی؟ بله قربان. ما خیلی از افرادمون رو از دست دادیم. همین حالا منطقه رو ترک کنید. نه قربان، اونا یه دست غیر نظامی ها رو گروگان گرفتن. باید نجاتشون بدیم. سرباز خودتو کنترل کن. قربان متوجه دستور شدم. برای یه عده غیر نظامی رو گروگان گرفتن. دستور فرماندهی کله. عقب نشینی کنید. میکشمتون. سرتو بدوز لعنتی، سرتو بدوز. برای آخرین بار میگم همین حال منطقه رو ترک کنید. صدفنارشون عجله کنید. عملیات رو متوقف کنید. جیو از کارش به حالت تعلیق در آوردن به خاطر سرپیچی از دستور فرماندهش. متاسفم خواهر. اشکالی نداره. ممنون. تشکر نکن. بجاش به 3 نیازمند کمک کن. هر وقت فرصتش پیش اومد و از اونام بخوا که به 3 نفر دیگه کمک کنن. حتما. این ایده جیه که برای کمک کردن لازم نیست که تو حتما ارتشی باشی یا سیاستمدار. اون مرد خیلی خوبیه. نمیدونم چی بگم خواهر. اون پشت تلفن یه حرفایی میزنه که نمیتونم بهت بگم. حرفایی خیلی زشت و زننده. یعنی بعضی وقتا باورم نمیشه که یه مرد میتونه در مورد یه زن اینطوری حرف بزنه. تازه فقط همین نیست، اون یه چیزایی در مورد سمیرا میدونه که اگه بخواد دهن باز کنه. پرجید لطفاً. راستش میخواستیم قبل از اینکه به پلیس مراجعه کنیم شما رو ببینیم. شکایت دریافت شد.
این موبایل خودشه. بدش بدم. میدونی یه عالم پول معذرت میخوام یه لحظه. بله جی. الان کجایی؟ دارم سعی میکنم نقشمو به یه مرد چینی بفروشم. هی داداش من چینی نیستم، اهل نپالم. نپال از اون طرفه، جادهش کنار کوهه. گوشم با توه. تو شرکت تلفن آشنا داری؟ میخوام برام دراری که این شماره مال کیه. اگه دوباره زنگ زد باش حرف بزن. باشه باهاش زیاد حرف بزن. هر مزخرفی هم گفت تلفن قطع نکن. الو. آره سلام عشقا. این چه طرز حرف زدنه؟ سلام جی، پیداش کردم. الو. فکر کنم صدای برادرته. فکر کنم مشکلتون حل شده. یعنی اینه؟ کاپادیا؟ ایشون پزشک خانوادگی ماست. چی؟ اسم خودتو گذاشتی دکتر؟ گواهی پزشکی تو باطل میکنم. بابت همه کارهایی که برامون انجام دادید ازتون ممنونیم. نیازی به تشکر نیست. به 3 تا آدم محتاج کمک کن. هر وقت که فرصتش برات پیش اومد. موفق باشی. بله حتما. کجا میخوای بری؟ پدر جان با تو هم کجا میخوای بری؟ جواب بده. اما آدرس تو بگو. آپارتمان شماره 5 وسط نگار قلبی. اونجا رو میشناسم ولی واسه برگشت مسابقه گیرم نمیاد. برای این چه دیگه پیدا. خیلی پیره، حالش هم خوب نیست. این که دلیل نمیشه من سوارش کنم. واسه برگشتم مسابقه گیرم نمیاد. این موقع شب اون چی کار میتونه بکنه؟ باشه میبرمش. آدم نده. اما لازم نیست تشکر کنی، فقط به 3 تا آدم محتاج کمک کن هر وقت که فرصتش بشه. بیا رسیدیم، اینم خونه‌ات. خیلی ممنون که منو رسنده خونه. از امروز من مشتری دائم تو میشم. چی از این بهتر. بیا بگی. مسئله حمل و نقل و جابجایی افراد خاص وجود داره. عموما در این زمانها جاده ها و خیابان ها بسته میشن و مردم عادی مشکلات زیادی پیدا میکنن. ما میخوایم در این مورد با جناب وزیر آقای آشوک پرادان صحبت کنیم. لطفاً نظرتون رو در این مورد بگین. اقدامات امنیتی به هیچ عنوان نباید برای مردم مزاحمت ایجاد کنه یا حداقل باید کمترین مزاحمت رو به وجود بیاره. اونچه که مسلمه سیاستمداران انسان هستن و طبعا انسان ها دچار اشتباه میشن، ولی مشکل زمانی به وجود میاد که سیاستمداری مرتکب اشتباه بزرگی میشه و مردم عادی مجبور میشن بهاشو بپردازن. نظر راجع به این یارو چیه؟ این دیپلمات‌ها جواب داد. میدونید مهمترین مسئله اینه که وقتی مردم سوء استفاده سیستم امنیتی رو میبینن ما ازشون انتظار داریم بلافاصله به ما گزارش بدن تا ما با شدت به اونا برخورد کنیم. آدم خیلی مثبتیه، به کارش هم مسلطه. مرد خوبیه. نمیشه کاملا مطمئن بود. این فکر خوب و فوق‌العاده‌ایه. حتما میخوام بهتون کمک کنم، ولی من تازه ازدواج کردم، به خاطر همین سرم خیلی شلوغه، بنابراین نه وقتشو دارم نه فرصتشو، ولی به محض اینکه فرصتی دست بده مطمئن باشید بهتون کمک میکنم. مشکلی نیست. ما فراموش نکردیم تو برامون چی کار کردی. حتی ایده تو رو یادمونه. ما میخوایم باعث پیشرفت تو بشیم، اما تو چند روز گذشته سرمون با اداره گذرنامه شلوغ بود. پسرم رونین و خانوادش دارن به کانادا مهاجرت میکنن. جایی کت به کسی کمک نمیکنه، حتی دلش هم نمیخواد این کارو بکنه. همه درگیر مشکلات خودش بودن. یکی درگیر کارشه، یکی درگیر عروسیشه. من دنیا رو گشتم، دور است به تو بگم. ممکنه یکی اینو خیلی شیرین بگه، یکی هم خیلی محترمانه. من تو بیاد بگه که من میخوام بهت کمک کنم، شما باید فوراً ازش سوال کنید اتفاقی افتاده. مطمئن باشه بگه نه. هجا راست میگم. در خود این صورت باید بگم شما تو توهم به سر ببرید. شما فکر میکنین قرار اتفاقی بیفته، در حالی که اینطور نیست.
من یه پیرمرد دنیا دیدم. میدونین روزگار بدیه، هیچ کس به داد کسی نمیرسه. چرا شما شروع نمی کنین؟ شاید باعث خوشحالیتون بشه. مزخرفه. متاسفم آقا، من نباید این حرف رو بهتون میزدم. معذرت میخوام. آقا این مالتون، اینم مالتون. او نه خیال، نوبت تو، زود باش. فکرشم نکن جی، چه کسی این کارو بکنه چه نکنه ما تمام سعیمونو میکنیم. آره آقا من خیلی گشنمه، یه پولی بهم بدین یه چیزی بخورم. برو پی کارت، مزاحم من نشو. برو. کی با یه بچه اینجوری حرف میزنه؟ از صبح هیچی نخوردم، خواهش میکنم. گفتم برو گم شو. جی هی جی گوش کن ببین چی میگم. جی دخترم سوید از پیشونش خون میاد. این چه کاری خواهش میکنم؟ مشکل تو چیه؟ مشکلش من چیه؟ چیکار میکنی؟ چی کار داری میکنی؟ بس دیگه. چرا میساری؟ ما داریم خیلی خوب بابا بس دیگه. جی خودمونشون بیا بریم تو خوشته بابا. حسابتون میرسم. کنترل کن خامگورو از اینجا گم کن دیگه. چه دختر بیشتر بزنم. هی جی مواظب باش. برو گم شو. دیوونه شدی جی؟ میخوای دستت بشکنه؟ یادم رفت قبلا پاس بهتره به بچه برسیم. خوبی دختر جان؟ چیزی نیست، یه زخم معمولی عزیزم، چیزی نیست. میشه آدم اینقدر ناورد باشه؟ چی شده؟ شرم‌آوره. داشت با تو هم تو کی هستی؟ من پدرشم. پدر؟ چه پدری؟ اون داشت با 2 نفر قمار میکرد. تو صحیح سالم هستی، اون وقت بچه تو میفرستی گدایی؟ تو چه جور پدری هستی؟ جی بهت گفتم خونسر داشت. بینو بگیر بزن. مراقب خودت باش دختر. چی شده؟ چرا داداش حوصله نداره؟ اتفاقی افتاده؟ نه فقط تو خیابون با یکی درگیر شد. با کی؟ فراموشش کن داداش، تو که جیو میشناسی. چی شده جی؟ یه خود ناراحتم. دختری که با تمام وجودم بهش کمک کرده بودم درست جلوی چشای خودم خودکشی کرد. من یه پسر بچه دزدیده شده رو پیدا کردم. به جاش یه یارو جلوی چشم یه دختر بچه بیچاره رو کتک زد. هرچی بیشتر تلاش میکنم تا از واقعیت فرار کنم نمیتونم. چرا فقط من این چیزها رو میبینم؟ نه همه میبینن جی، فقط یه عده نادیده میگیرن. باید حرفای مردم رو بشنوی، چون تو اینجوری آفریده شدی و این چیزیه که بین تو و بقیه آدم رو فرق میذاره. تو که نمیخوای بقیه زندگی تو توی گاراژ بگذرونی ها؟ چه باره گام شو. کجایی عزیزم؟ خیلی وقت منتظر تلفنتم. وای مامان عجب جاییه، من عاشق اینجا. واقعا؟ این نظر من بود. به جون دایی من عاشقتم. بذار خاطی بچم. ببینی این تازه چقدر بیادب شده. چه جور بچه تو به دنیا آوردی؟ بعدم بهت زنگ میزنم. دایی خیلی خوب باشه. جون دایی زود باش، عجله خواهش میکنم. این بچه سرنگه با خونواده‌اش اومده سرزمین عجایب. سریع خودتو برسون، امروز باید حالشو جا بیاری. من طعم توت فرنگی دوست دارم دایی جان. اون روز تو سینما شما از صورتی خوشت اومد مگه نه؟ صورتی؟
دلنگ 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 شلن دلنگ. این چه آهنگیه؟ مامان پلنگ صورتی تو کوچولوی من کوچولوی چی ها؟ تو یه کوچولوی بیادبی. کوچولوی بیادب؟ حالا که اینطور شد نشونت میدم. اسم من صورتیه، جوونی صورتیه. زود باش بیا پایین، وقت تمرینه. خیلی خب بیا، من میرسونم. در ضمن وقت پیاده روی مامانم شد. آره اینو میدونم. خداحافظ صورتی. خداحافظ. معذرت میخوام، منظورم ریکی بود. ببخشید. رینکی. اون کجاست؟ دیر اومدی داداش، اون رفت. تو بهم گفتی خانواده‌شم باشه. اونا داخلن. همه برن بیرون. ولش کن. حرکت اشتباهی نکن. به برادرت جی زنگ بزن. جی؟ همونجا نگرش داریم. تو چطور جرأت کردی؟ ماتاف احمق کثافت. این کوله بیشتر خودم دیگه کیه؟ الو من مانیک هستم. چه شده؟ من اومدم اینجا کمک ماتاف احمق با 10 تا قلدر گردن کلوف، اما فقط 3 نفرشون زنده مونده. اونا چند نفره؟ اون یه نفر تنهاست.
صدای چی بود؟ به نظر من اون یه حیوونه. چای میندازه مثل دیوونه ها گاز میگیره. تو هر جا که هستی سعی کن نزدیکش کنی به دفتر حزب. اونجا حقشو میذاریم کف دستش. تمام تلاشمو میکنم. باشه. جی برو خونه. نه جی کاری نداشته باش. جلوشو بگیر. من قربان. آقای جی قربان اونجا رو ببینید. چی رو ببینیم آقای رشپوت؟ هنوز که جرم و جنایتی اتفاق نیفتاده. اول بذار یه اتفاقی بیفته بعد. اگه میخوای تو زندگیت پیشرفت کنی باید پشت تابلوی ورود ممنوع و چراغ قرمز بایستی. اگه اینا رو رعایت نکنی کارت تمومه. جای گیر افتاده. آقای مامی لنگ مبارکو بده من بریم. بابا تو دیگه کی هستی؟ من برادر همون خانومی هستم که سعی کردی بهش بی احترامی کنی. قربان ببینید داداش من لات نیست. اون یه ارتشی بوده و سالها به کشورش خدمت کرده. خانم ما دلمون نمیخواد ایشونو زندانی کنیم ولی نمیتونیم قانون رو زیر پا بذاریم. خانم ما اونو دستگیر کردیم چون جرمش ثابت شده. اگه الان آزادش کنیم موقعیت کاری خودمون به خطر میفته. روی ما فشار خیلی زیادی هست. تنها توصیه ما اینه که یه وکیل خوب براش پیدا کنید و زودتر بیاریدش بیرون وگرنه مجبوریم تا روز دوشنبه همینجا نگهش داریم. متاسفم خانم. پس جی تویی بیارش بیرون. اسم اون تو دفتر ثبت شده. فقط دادگاه میتونه حکم آزادیشو بده. اسمش از تو دفتر حذف کن. قربان شما الان گفتین اگه آزادش کنی موقعیت شغلمون به خطر شغل کسی به خطر نمیافته. نه تنها کار تو از دست نمیدی بلکه ترفیع هم میگیریم. بیارش بیرون. چی کار میکنی؟ کاغذش خوشمزه است. تو دست اونو شکستی. حالا آدمای من تو رو میشکنن. بدش اینجا.
بلند شو. یه دفعه چی شد؟ نجات هم بدیم. بهتر بریم. آره بهتره بریم. اول برای اینکه بهتون رأی بدیم التماس میکنین، ولی بعدش مثل حشرات موذی با همون رفتار میکنین. تو فکر میکنی یه انسان شرافتمند، یه انسان با عزت نفس، یه انسان با ایمان احمقه؟ اونا درست مثل شیرای خفته هستن. سعی نکنه انگولکشون کنی چون اگه بیدارشان تیکه تیکت میکنم. داداش بابا به چی داری فکر میکنی؟ بعد از کاری که اون با همون کرده مجازاتش مرگه. مرگ. برای نابود کردن اینجور آدما لازم نیست بکشیشون، فقط کافیه سرفکندشون کنی. دختران دور اون سگ یه خط بکش. زود باش. من برای 2 روز میرم دهلی. زود برمیگردم. بابا چه شده؟ این همه به ما توهین شده، اون وقت اون سکوت میکنه؟ بیا یه چیزی نشونت بدم. این کیه؟ این برادر اون دختر ناقصه، همون که علیه تو یه شکایتنامه تهیه کرده بود. به دستور بابا من به این روز انداختمش. حالا ببین چه بلایی سر جی میاری. ممنون. ازم خواسته بودی لباس سیاه بپوشم. چطوره؟ به نظرت یکم گشاد نی؟ واقعا؟ اما تو از رنگ سیاه خوشت میاد. خوشحال شدی؟ راستش وقتی شما رو انقدر راحت میبینم خیلی خوشحال میشم. آره من فقط به خاطر خوشحالی تو لباس سیاه پوشیدم. قهوه سیاه میخورم. اون دوستو بگیریدم. پسره دیوونه. بعضی وقتا صورتی بعضی وقتا سیاه. نقشت چیه دختر؟ میخوای دایی منو گیر بندازی؟ دایی میخواد گیرت بندازه. مزخرف نگو. گوش کن دایی اون یه دوسته. این لباسی که الان تنشه مال منه. واقعا؟ این لباس توه؟ آره. تعجبی نداره تو این لباس انقدر راحتی. دایی اگه شما نبودی من همین الان لباسمو پس میگرفتم، ولی بی خیال نمیخوام اینجا مزاحم اوقاتتون بشم. اوه دایی ببین تیشرتم چقدر گشاد شده. اون وقت تازه داره ساندویچ پنیرم میخوره چاقالو. بعدن حالتو میگیرم. خیلی خوب خانم، بهتره برگردی به طرف من. ببینم این لباس سیاه مال توه؟ نه
با این حال ترجیح دادی بپوشی، درست میگم؟ آره حالم به هم میخوره. پس چرا این کاری کردی؟ فقط به خاطر تو. فقط به خاطر من؟ دختر کجاست؟ چجوریه ها؟ راستش نمیدونم چی بگم والا. اوه مادر بزرگو اونهاش خودشه. چقدر دوست داشتنیه. دختر زیرکی به نظر میرسه. میتونیم بریم؟ مثل اینکه مادرتان باهاش دوسته. آره معلومه، اون همسایه دیوونه ماست. دختر خیلی زشته، اصلا به دلم ننشست. من هیچ وقت حاضر نمیشم دختری مثل اون سر جی بشه. نه نمیام. نه ولم کن تازگی ها شیطون شدی کبیر. تو از پسر من خوشت میاد؟ جان؟ اگه جوابت مثبته از خواهرش فاصله بگیر. لطفا بهش بگو دیگه از کی باید فاصله بگیره. من اونو نمیدونم، ولی اگر از خواهر جی فاصله نگیری تو گزینش رد میشی. رد میشی. خودت داری به خودت صدمه میزنی. برای همینم هست که زجر میکشم. بهش بگو فکر میکنه خیلی فهمیده ای ها. اگه اینطوره پس به پسر من بفهمون داره اشتباه میکنه. خدا میدونه این روزا جی چه قصدی داره. من خیلی نگرانشم. بگو با برادرش حرف بزنه، اون به حرفش گوش میده. چقدر موهاش بلنده. چرا اینجوری میری؟ مامان دکتر وضعیتش جدیه. چی شده؟ تصادف باعث خونریزی داخلی شده و یکی از کلیه‌هاشو دچار مشکل کرده. خدای من. باید کلیه‌شو پیوند بزنه ولی نیاز به اهدا کننده داره. خب ما دوتا هستیم. بله اما بعد از انجام آزمایش میتونیم بفهمیم از کلیه کدومتون میشه استفاده کرد. ماما تبریک میگم. کلیه یکی از اعضای خانواده با شما همخونی داره. مال تو؟ نه مامان. بس کی؟ نکنه گیتا؟ با اجازتون. پس ریحان کلیه‌شو داده. آره ماما. کلیه های ما با شما همخونی نداشت، ولی مال ریحان داشت. من از روی ساده‌لوحی و حماقت این همه مدت تو رو آزار دادم و همینطور خودم لازم نیست با یادآوری گذشته خودتو عذاب بدیم. حالا همه چی رو به راه شده. هممون کنار هم هستیم با یه دنیا عشق و این عشق رو بین خودمون تقسیم میکنیم و همه یه ناراحتی گذشتن هم به فراموشی میسپاریم. دخترم تو اینجا چی کار میکنی؟ بله بیا اینجا پیشم. بیا جلو. من به خاطر اون روز ازت معذرت میخوام. نه بزرگ ازش معذرت نخوا. کلیه اونم به مال شما میخورد ولی به هیچ قیمتی حاضر نشد کلیهشو بده بهه. نه خاله اون دروغ میگه. ساکت چه کوچولو. ساکت پلنگ صورتی. خاله جون، خاله جون،
خاله جون. مامان ریحان صدات میکنه. اون داره خالش صدا میکنه نه منو. اگه دوباره بهم بگی خاله اون ظرف میوه رو میکوبم تو سرت. من فکر میکردم فقط از لحاظ قانونی مادرم محسوب میشین. اما حالا شما شنیدم مادرت نجات پیدا کرده. میدونی چرا نجات پیدا کرده؟ چون قرار مرگای زیادی رو با چشماش ببینه. الو شما کی هستی؟ کاویتا پاتیل. یادت باشه تصادف مادرت اتفاقی نبود. از قصد بهش زدن. فهمیدی؟ حالا میخوای چیکار کنی جی؟ تو فکر کردی واقعا کی هستی؟ تو دیگه تو ارتش نیستی. این آدما تو سیستمن جی، تو نمیتونی تنهایی باهاشون بجنگی. اگه تو یه ضربه بزنی اونا فردا 10 ضربه بهت میزنن. امروز مامان بود، فردا ریحان، بعد کبیر، بعدش من. این دشمنی قراره کی تموم بشه جی؟ تمومش کن. بعد از این همه سال همه چی رو به راه شده. مامان به زندگی من برگشته. همینجا این عداوت تمومش کن جی. حتی اگه مجبور بشی عذرخواهی بکنی یا هر کار دیگه ای. خواهش میکنم به خاطر من. قیافش اینطور نشون میده که برای عذرخواهی نیومده اینجا. آقای سینگ، ما اومدیم تا این ماجرا رو تمومش کنیم. لطفاً ما رو ببخشید. خواهش میکنم. من یه کمی چشمام ضعیفه، نمیتونم قیافت رو درست ببینم. بیا نزدیکتر. بازم نزدیکتر. بسته. حالا برو به طرف راستت. یک کمی بیشتر. بسه، همونجا بایستا. یک کمی بیا جلوتر. کافیه. حالا بایستا. نگاه کن. من اونو تو دایره سگ وایسوندمش. حالا راضی شدی دخترم؟ نه بابا، همونطور که اون آبروی داماد شما رو بین مردم برد، حالا شما باید کاری بکنین که آبروی اون بره. مشکلی نیست. تو هم میتونی بری عصبانیتتو خالی کنی. برو. قبل از اینکه با خانواده من در بیافتی بهتر بود بیشتر راجع به من میدونستی. یک گزارشگر در مورد من چیزای خیلی بدی نوشت. خیلی بد. ما هم حقشو گذاشتیم کف دستش. یک قاضی ساده‌لوح میخواست مثلا توسط قانون ما رو بترسونه. ناچار شدیم زبونشو ببریم. وقتی من وزیر دفاع بودم و صندلی قدرت من در خطر بود، ما با یه سری تروریست درگیر شدیم. تو اون حمله ضربدری چند تا از جوانای ما شهید شدن. تو اون نبرد لعنتی نه تنها پستم رو از دست ندادم بلکه ترفیع هم گرفتم. چند روز پیش یه دختر ناقص العضو خودکشی میکنه. برادر اون دختر سعی کرد بلافاصله علیه من اقداماتی بکنه. متاسفانه مجبور شدیم اونم بفرستیم پیش خواهرش. جی
اونو ولش کن. نشنیدی چی گفتم؟ گفتم ولش کن. دشنزی دنیا خیلی کوچیکه، راه فراری نیست. کارهای شرم‌آور و نفرت انگیز تو همیشه باعث آزار و اذیت ما مردم عادی بوده و تو هرگز از کرده‌هات پشیمون نبودی، ولی این بار با بد کسی در افتادی. بنابراین اگه مرتکب کوچکترین اشتباهی بشی، اون چه که مسلمه، برادر من تو رو فقط تو دایره سگ نمیسونتت، بلکه طوری میزنتت که مثل سگ زوزه بکشی. خواهر من هیچ وقت دروغ نمیگه. بیا قالو بکن. شب بخیر. شب بخیر. یادت باشه فردا شب رأس ساعت 9 همونجا منتظرته. فردا شب من نمیام. باید یکی دیگر رو پیدا کنی که ببرتت. منظورت چیه؟ راستش منظورم اینه که فردا دارم ریکشامو میفروشم. باید ریکشای دیگه برای خودت پیدا کنی. برای چی میخوای ریکشاتو بفروشی؟ راستش دخترم میخواد از یه دانشگاه خوب پذیرش بگیره و اونا شهریه زیادی میگیرن. پس راه دیگه به جز فروش ریکشام برام باقی نمیمونه. من آدم پولداری نیستم. چقدر پول میخوای؟ مهم نیست، فراموش کن. نه لطفا بگو چقدر پول میخوای؟ میدونیم خیلی زیاده. 20,000 روپیه. 20,000. یه دقیقه صبر کن. من بالاخره بعد از سالها حقوق بازنشستگی ما گرفتم. 60,000 روپیه شد. بیا بگیره. من چطور میتونم بگیر دیگه. حالا برو برای دخترت از اون دانشگاه خوب پذیرش بگیر. سعی کن همیشه حواست به دخترت باشه. اگه این پیش من بمونه همشو میخورم. یه بار یه پسر جوان بهم گفت سعی کن به یکی کمک کن. گفت مطمئن باشی این کار برات خوشبختی میداره. منم این کارو کردم. الان واقعا خوشبختم. متشکرم. نه تشکر نکن. هر وقت فرصتش برات پیش اومد تو هم باید به 3 نفر کمک بکنی. بعد اون 3 نفرم بخوا هر کدوم به 3 نفر دیگه کمک بکنن. دنیا اینجوری عوض میشه. امیدوارم. قربان، به عنوان رئیس انجمن جوانان مسئولیت‌های انتخابات باید به من واگذار بشه. آقای سینگ، نکنه میخواین مسئولیتو به وارما واگذار کنین؟ ما تو انجمنمون به یه آدم ضعیف و شکست خورده نیاز نداریم. دارین اشتباه میکنه. خفه شو! کارت به جایی رسیده که به من میگی چی درسته چی غلطه ها؟ قربان، واقعیت اینه که شما دیگه به خودتونم اعتماد ندارین. جای شما باوراتون شکست. حالا دیگه نمیدونیم باید چی کار کنیم. اون گنده تر از دهنش حرف زد بابا. اشتباه میکنی پسرم. اون حقیقتو گفت. قبل از اینکه کسی دیگه بکشتش ما باید جی خسری رو در بین خانواده شکست بدیم و همشون رو نابود کنیم. کبیر
چی شده؟ چند نفر کبیر رو دزدیدن. چی؟ کیا بودن؟ جای کجاست؟ جای کجاست؟ سریع‌تر برو. ای مواظب باش، جلوتو بپا. کشش تو. زود باشین بچه رو بیارین بچه رو بیارین. اتونه من چی میخواین؟ عجله کنین. شما همتون ترسوین. منو بزن زمین. دایی جلوی اون عوضی رو بگیرین، نذارین بیاد اینجا. جلوتر نگه و کردم با یه حرکت گردنشو میشکنم. سعی نکن ریسک کنم. قربان، جناب وزیر مختار باهاتون کار دارم. بله. سلام. قربان. من چی دارم میشنوم؟ موضوع چیه؟ قربان، افراد انجمن جانشکی مورچا میخواستن خواهرزاده جی آنگی هوتری رو بدزدن. به خاطر اون اتفاق آدمای زیادی از انجمن شما صدمه دیدن. میخوام یه گزارش در مورد تمام افرادی که تو این ماجرا دست داشتن برام تهیه کنیم. قربان، ما نمیتونیم همچین کاری بکنیم وگرنه ممکنه انجمن شما با مشکلاتی روبرو بشه. قربان، برای اینکه تمام افرادی که الان اینجان یه پرونده جرم تو این ماجرا دارن و همینطور جی. اون یکی از افسران عالی رتبه سابق ارتش بوده. جی آگنی هوتری. یه خبر بدم هست قربان. چی هست؟ باید بگم متاسفانه داماد آقای وزیر فوت کردن. لطفاً یه کاری برام بکن. میخوام هر چه سریعتر با جی آگنی هوتری حرف بزنم. بله قربان. قبلش تمام گزارشات مرتبط با این پرونده رو میخوام. تا اون موقع با جناب وزیر حرف میزنم. بله قربان. زنده باد هند. زنده باد هند. الو
بابت خبری که شنیدم خیلی متاسفم. بله آقای پاردان. آقای سینگ، من فکر کنم شما باید جیو ببینید و باهاش صحبت کنید. شما چی میخواید بگید؟ گوش کنید آقای سینگ، اگر از جای تحقیق و بازجویی انجام بشه شما و انجمنتون بیشتر درگیر خواهید بود و هم متضرر میشید. پس بهتون توصیه میکنم با جای صحبت کنید و با هم به نتیجه برسید. برای همین جیو میفرستم پیشتون. باشه، هرچی شما بگید. آقای میشرا؟ بله قربان. با جای اگنهوتری تماس بگیرید. بله قربان. از جناب وزیر مختار محترم دعوت میکنم برای سخنرانی تشریف بیارن. متشکرم. ممنون آقای مدیر. بچه ها میخوام یه داستان جالب براتون تعریف کنم. داستان خیلی جالبی که یه درس هم تو خودش داره. یه آدمی 5 تا بچه رو صدا میکنه و به دست همشون یه دونه چوب میده و میگه چوبایی رو که تو دستتونه بشکنید. بچه ها خیلی راحت چوبا رو میشکنن. بعد اون مرد 5 تا چوب رو کنار هم قرار میده و اونا رو میده به یکی از بچه ها و بهش میگه پسرم حالا سعی کن با تمام قدرتت اون چوبا رو بشکنی. بچه تمام تلاش خودشو میکنه ولی نمیتونه اون چوبا رو بشکنی. پس این قدرت اتحاد و با هم بودن و این قدرت میتونه مشکلات خیلی بزرگی رو هم حل کنه. چی شد؟ حالتون خوبه قربان؟ میکروفون برق داره. ببین اون دختر بچه حالش خوبه؟ حالت خوبه دخترم؟ بله. عزیزم تو حالت خوبه؟ بله آقا. برق که تو رو نگیریم. برق نمیتونه منو بگیره چون دست من چوبیه. تشکر لازم نیست قربان. به جای تشکر کردن اگه فرصتی پیش اومد به 3 نفر کمک کنید و از اون 3 نفر بخواین که هر کدوم به 3 نفر دیگه کمک کنن. ببینم دخترم کی اینو به تو یاد داده؟ چند روز پیش یه خاله خوب اومد مدرسه ما روز جشن دانش آموزی. متشکرم. دخترم نیازی به تشکر نیست، اما هر وقت فرصتش پیش اومد به 3 نفر کمک کن باشه؟ چشم. و از اون 3 نفر بخوا که هر کدوم به 3 نفر دیگه کمک کنن. چشممون. دخترم من بهت قول میدم که به 3 نفر کمک کنم و از اون 3 نفرم میخوام که به 3 نفر دیگه کمک کنم. آقای میشرا، این نصیحتی که اون دختر بچه عنوان کرد ببین اولین بار کی مطرح کرده. میخوام اون شخص از نزدیک ببینم. بله قربان. قربان شماره جی هوتری پیدا شد. بهش زنگ بزن. بله قربان. الو. ببخشید شما آقای جی هوتری هستین؟ بله. جناب وزیر مختار میخوان با شما صحبت کنن. قربان. جی پرادانم. بله قربان. ببین جی، من در مورد اتفاقی که افتاده خبر دارم. منظورم بین تو و داماد آقای سینگه و میدونم اشتباه سمت کی بوده. جی من از تو میخوام که این قضیه رو همینجا تمومش کنی. من با آقای سینگم حرف زدم، بنابراین ازت انتظار دارم تو بری آقای سینگو ببینی و باهاش صحبت کنی. نه قربان، من یه بار تمام تلاشمو کردم. جی تو تنهایی میخوای چیکار کنی؟ تو نمیتونی چیزی رو ثابت کنی. تو میخوای تو این راه به چی برسی؟ قربان من فقط میخوام تو راه راست قدم بردارم. فقط میخوام به انسانیت برسم. همین. من میخوام ثابت کنم که یه مرد واقعی میتونه متفاوت باشه.
جی حالا که اینطوری میخوام امشب همدیگه رو ببینیم. بله قربان. جی من میخوام با آقای سینگ حرف بزنم، میشه بری بیرون؟ دارین چی کار میکنین آقای سینگ؟ من فقط اینو میدونم با کاری که شما دارین میکنین موقعیتتون رو به خطر میندازین. نمیخواد نگران من باشی، بهتره به خودت فکر کن. بیا تیتر روزنامه رو بخون. سرباز ترقی یافته ارتش جی اگنیهوتری وزیر مختار را به قتل رساند. وزیر داخلی داشتات سینگ وزیر مختار جدیده. این دیوانگی محضه. این دیوانگی نیست، آینده است، چون تو برای خوندن این روزنامه تا فردا زنده نمیمونی. جی زود باشید بیای، نباید بذاری فرار کنه. آقای سینگ حالتون خوبه؟ بگیریدشون، همشون رو بکشید. اگه اونا زنده بمونن ما میمیریم. زود باشید بریم، عجله کنید. باید ستاوردشون رو برسیم، دنبالم بیای. هنگام وقوع اون حادثه شما اونجا بودی، دقیقاً چه اتفاقی افتاد؟ این شخص که اسمش جی اگنیهوتریه، جناب وزیر مختار اونو به خونه من آورد. همه چیز برای رفتن آماده. کم کم جی حالت تعادل روانیشو از دست داد. آقای وزیر مختار رو دزدید و شروع به دویدن کرد. تمام افراد من اونو تعقیب کردن تا آقای وزیر مختار رو نجات بدن. دویدن دنبالش ولی اون همه رو زد. اینجا رو نگاه کنین، زخممو ببینین، منم زخمی شدم. اون یه تروریسته، یه جانیه. اون فقط دیوانه نیست. ما تازه متوجه شدیم که اون تو ارتش بوده. حسابی زده به خاطر مشکوک بودن و عدم تعادل روانی اونو از خدمت تعلیق کردم. اون یه قهرمان ملیه. ما میتونیم به یه وطن پرست مشکوک بشیم، ولی نمیتونیم به خاطر وطن پرست بودن اونو محکوم کنیم. سومیت اون نباید چیزیش بشه. قربان، ما جی و وزیر مختار رو پیدا کردیم. خدام. بله قربان. ما جی رو پیدا کردیم. شما نگران نباشید، ما نمیذاریم از دست بدن. داداش اونجا. در آمبولانس وا نکنین.
جی شرایطش وخیمه، خیلی خون از دست داده. ما نمیتونیم اینجا کاری براش بکنیم. باید همین الان ببریمش بیمارستان. پس برین، من ترتیب اینا رو میدم. عجله کن، بیا بریم. شما دو تا اینجا برید. بزنیدش تا میخوره، بزنیدش. باید این از روش برداریم، بچه حسابشو برسیم. باید سریع ببریمش اورژانس. عجله کن، زود باش. بیا دکتر، بیاید کمک کنید. برید کنار، برید کنار لطفاً. کنار. الو قربان، من دارم از دفتر حزب میرم. منو بی خبر نذارید و گوش به زنگ باشید. قربان، یه خبر بد دارم. چیه؟ جناب وزیر مختار به بیمارستان شهر. اون داشت همه رو میزد. اینجا رو ببینید، اون یا آدم کشه. ببینید هر چیزی که اونا بگن یا نشون بدن همش دروغه. اون زندگی خودشو برای نجات جون آقای وزیر مختار به خطر انداخته. اونا میگن که برادر شما تعادل روحی روانی نداره. آقای وزیر اونو تروریست خطاب کرده. شما در این مورد چه صحبتی دارید؟ برادر من آدم درستی. اون فکر میکنه لازم نیست حتما یه آدم یونیفرم تنش باشه تا بتونه کشورش رو نجات بده. اون شروع کننده زنجیره خوبی هست که به جای تشکر کردن هر کسی باید به 3 نفر نیازمند کمک کنه و ازشون بخواد که هر کدوم به 3 نفر دیگه کمک کنن. چطور کسی میتونه به همچین آدمی بگه که تعادل روحی نداره؟ بابا، این خانم هم همون حرفی رو زد که اون روز خالد تو مدرسه به هم زد. به جای تشکر کردن به 3 نفر کمک کن و از اونا بخواه که به 3 نفر دیگه کمک کنه. الو، داری تلویزیون رو میبینی؟ آره. موضوع چیه؟ دیگه بسه. نه قربان.
سلام پسرم. اگه قبل از در افتادن با من و خانوادم یک کمی منو میشناختی خیلی من عفت بود. زنده ماتند. پیداش کردیم اونجا. حواستون به پشت سرتون باشه. اونهاش خودشه. زود باشی بریم دنبالش. بجنبین. سواز باشی. محکم مثل که اتفاقی افتاده. میشناسیش؟ کاپیتان اون دوست منه، ببرش. ببینید هر چیزی که اونا در مورد برادر من نشون میدن یا میگن همش دروغه. اون شروع کننده زنجیره خوبی ها بوده. به جایی تشکر کردن هر کسی باید به 3 نفر کمک کنه و از اون 3 نفر بخواد که به 3 نفر دیگه کمک کنه. به نظر شما در مورد چنین انسانی چطور میشه گفت که تعادل روانی نداره؟ قربان لطفا دراز بکشید. هنوز حالتون خوب نیست. قربان این کار درست نیست. دکتر نگران من نباشین. اون نباید چیزیش بشه. جی اگه الان حال من خوبه صرفاً به خاطر جی اگنی هوتری. ولی آقای وزیر داشت سینگ گفته بودن که داشت سینگ دروغ میگه. در واقع داشت سینگ عقلشو از دست داده خانم. داشت سینگ خیلی تلاش کرد که منو بکشه و بندازه گردن جی اگنی هوتری. تروریست واقعی آدمای مثل داشت سینگ هستن. داشت سینگ دشمن واقعی جامعه است، نه جی اگنی هوتری. هی! پیرم ما! میدونی زیر گوشه کی سیلی زدی؟ برید کنم ببینم. به من دست نزنید. برید آقا. به من دست نزنید. برید آقا. گفتم برید آقا. نگهبانا محافظا نجاتم بدین. من از اینجا بکشی بیرون. مانیک کمکم کن. مانیک کمکم کن. مانیک پسرم. ماما
کاپیتان بهت افتخار میکنیم. ممنون زبدرسی. نمیخواد تشکر کنی، به جاش به 3 نفر کمک کن. جی ایده‌ای که دادی مردم زیادی رو با هم متحد کرده و باعث شادی قلبای زیادی شده. میخوای ببینی؟